حال انداختی؟ همین یکم کس سر مادر خود سلام میکنم. باز تو کجا میری؟ کدیکی میری؟ نه در دیوالای میرم پدر. او بچه اگه دیوالای تو کی هست؟ از تو که خورده است؟ کلان است کی هست؟ شده؟ حالا خندیوالای هستم دیگه پدر. دیدو چپ چی میتونم؟ حالا که تو پدر چرا میشه که سوال میگیریم بچه؟ بچه کدام تحاق زدید میزنم که باز گفت بپازی. من از خاطر خودت بگم گاله کردن جنده و بیکارا نگردی. کدام بلا را سرت میارن؟ پدر من دیگه اشتوب نیستم. این زندگی سر من جهنم ساختی نمیتون. همیشه سرم قیدی. بچه حالا که تشریفی ها بودم بیادم که من کم میزنی. من خاطر خودت بگم اونما کدام بلا را سرت میارن. این از این میلرزم بابا. دیگه عقل نداری که پایت از دروازه بیرون بکشی و او بیکارا و گردان دیگه جواب بده که پشتت نمیان جوابشان بده خسته شدیم پدر از اینم کم زندگی کار بشه زندگی ده سر من تنگ میسوزی باند ما میدونه خود زندگی کنم من چی گفتی؟ دوله کشیدی که پدر تو مال میکنی ها؟ دوله کشیدی تو چی بدرده بکردی؟ خدا من به اولاد از تو نخواسته بودم چیه برای من دادی؟ این وقت دفعه زندگیشان تمام لش چکر خدایا مرا صبر بده لا حول ولا که از این چی کنم من چی باید بده که اصلاح شدم خدایا ما به درم تو بخونم پدر تو این زندگی سر من زهر گشتوندی آره که من کارهای من تفکر نکنی باید ما به دل خود زندگی کنم میرم پدر دیگه نگیمون تنگید نمیزنم بله هامان خوب است یادم من که پدرم جنگ کردیم یک بار تو پیسه من رو کوچکوار کرد بزن هم پیسه من رو جور به مرا کرد خود ببره نمیشه بابا دیگه من خلاص میگم نمیتونم سرما بدم دیگه یک اول روز در کسی گفتم من باش کار تو که پیسه من رو جور کرد من اونجا من کار کردم باز برای پیسه میدم خدا یارو بابا میرم بالا میرم دیگه رنگ دارم میتونم نمیزنم کسی گفتم من میدان نکنم که دیگه هیچ میدان نکنم کجاستی بچه که من از غم دیوانه شدم کجا رفتی بچه سنو و طاقت که سعی میکنم و طاقت مرا میکنم بیا بچه بیا که مادرت تمام روز نماندن از بچه آدم باز آمده به یه اتاق پدر بیا پدر اینقدر تشویش نکن دامای مردم پس خانه گرفت ما باز میگه ما میدی بارا میدی دیگه نمیدی هر طور چی میشه ما باید چی کنم از تو بدر مادر دمون دار تشویش دارم همیشه کلی بچه گفتم ایرانی پدر من میدی شما چی ندارم باز اگه شما را چیزی شود ما باید چی کنم این که تشویش نکن پدر بیارم تو میتونم تشویش نکنم بچه بیادر من از خود خوب من دنیا را نمیمانید که دیگیرم کجا رفت چی میخورم چی میپوشم زنده و مردش کنم هیچ جوان ازش ندار از طرف دیگه مادرت مرا دیوانه ساخت من چی کنم صبر داشته باش صبر کنه چیز خوب میشه سلام
بستی بخیر جان جون آدم میگه خبر شدیم که به خاطر بچه ماتم گرفتی یک رقم راست بچه سر درک شما رو مرسی بودم و سکتی بچه کنم آلی نموریده چرا یک قدر کشان گرفتی؟ تو به خاطر بچه یک قدر تشویش میکنی؟ تشویش نکن گل آقا تشویش نکن مرا ببین تمام روز بچه هم کتیب جنگ رسنگی حالا پیسه نسواره ما بودی پیسه سکرتر ما بودی پیسه شکر ما اصلا ما خوبش نشی نشناسی اصلا نمیده آدم و اصلا کسی تمام روز داریم آدم گل آقا جان مادران شما نمیگی حضور تو مادر دارم من از خانه کشیدم شما این دکانم تشویش نکن خوش به جواب نکن اگه تو اولی من تشویش بکردم حال ریشه کسیان وقت سفید کردم دوام کنم شیر آقا جان تو دوستی من مشغول من چطور میکنم که غم اولاد من تحمل کنم اولاد زنده و بردش کنم چی پیش کنه پوچی تو کارچی بگویم فقط که با دیوانه سمیتی گفته آدم یا نمیشید یک فکری برای بگویم که خنده کنه بودنر چه میکنم رشتی بیا بیبی شیر آقا جان بیبی من دارنده نیستم که برای من فکری بگویم بچه مگم شده تو آمده برای من فکری نیست دیگه سعی توه ما گریانی جانتون نمیکنیم تو کلاق دان ما نمیگیریم نمیزدی بچه تا نمیتکاندی از خانه نمیکشیدیش دلت سر زود پر از حال سر ما کاری میکنی بیبی شیر آقا جان حضرتم میکنم اگه داره نگرفتم میتونی بگی اگه یه برای از خانه من برای موصله ندارم بلا آقا ما با خاطر ای آمدم یاد دست آمدی در خانه بچه من دادی که برو بچه در زیر کنه سخته بیاد که پودری شده حالا آمدم که یاد آوری کنم برو بچه خود از جمع کن بازی خانه تو کجا قصر شاهیست آمدی هیچ عیش و عشرت کنم تو از خود بیگانه را چی میفهمی فشی کنه پوچی تو کنچی بگویم چیزی نخواستید نمیکنه برو خدایان هرچی کسی میکشید نگم برو بامان خدا بچه کجا رفتی بیا که من تاله هستم بشتم بیا بچه که خانه سر من ماتم خانه شده رستی بچه کجا هستی بچه کجا هستی ای کاش زمان که بیگانه نمی آمدم بنابرای مهاجر غیر قانونی گفتم چیزی که ظلم از سر ما میکنن من چی میفهمیدم که یار روزم برم آخه شکر وطن ما گل گلزار شده آرامی شده میگن یک دفعه کار روان است در مملکت خود ما ترکاز به جور میشه چی بد کدام اولادکای موسوده اون طرف مرز ما این خودم که سرادم در زندان برسید کاش که نمی آمدم کاش که نمی آمدم بابا چکمن در نفت داره دوستم گپای نامده گوش نکن راست میگم زود باش برای چایم رو بیار حتی نکن بابا چکمن روی کنی ماهتان بسیار خطرناک آدم هسته از قاچاق انسان گرفته تا مواد مخدر تو بالاخره سرد مادهی زندان بشی شاید یک روزه که دمی زندان میسفید خواد شده این زندان دیگه چیز ما او تو زندان ها را دیر کردیم ما مادر ای کاش هیچ وقت تعریف کن نمیکردم بچه تربیه داشتیم کشور رو نکرد به فکرم به یاد مادرش افتاده بچه جان بخیر بلند شد بخیر اینجا جای دیگه افغانه زود باش
میری تمام تشنابار پاک صفا میشی و ها تشنابار خلاص میدی یک دو جور لباس اونجا موندگی پاک صفا میشی میاری تا جایش میمونی او تو شکار هم جمع میکنی برو لباسای در خودت بشوی تشناب امروز نوبت خودت است احمق چی رو شکار میکنی؟ چی میکنی؟ یک حال روزتان نبود بنا مواجه گفتم نیستی و دوم نگه در بین خود جور نمیین پس از همی که وطن خدا ایلا کردیم و بدبخت شده ببینید جوانم لطفا صدای مرا بشنوید لطفا وطنتان ایلا نکنید یک لقمه نان پیدا کنید مگم لطفا وطنتان ایلا نکنید چشمت روشن کردی امروز تاریخ نهایی تو از زندان است تو از زندان حاشیه بیادش پیش برادر مادرت برو خدایا شکر چشمت روشن برو خداحافظ برای وطنان سلام بگوی دعا کن که ما هم نفاش نمید سلام بگوی ایشان خاکمان من چشمت بزد بشقی برو یه احمق واقعا خلاص شد یعنی که ما تو ماندیم همی زندان نه امکان نداره برو لباسای من ور بشوی برو امکان نداره ندارم باید یک روز از زندان محکم خلاص شوی فکر کنم ساعت تفریح باید شاید اونجا بیارم زود باش آیستا آیستا پدر آیستا عوام خوبه توش نشدی؟ همیانو میره برات همیانو پدر کلی؟ بیاده چون بیاده رو بیاده چون مادر من چی شد؟ مادر چون همه رو گم نمیزنم مادر من چی شد؟ مادرم بعد از رفتی هر روز جگرخونی میکنی همیشه خودم ملامت میکنم که پذیر از خاطر من
گریه میکنم. تو میدونی پدرم چی شده؟ پدرم از خاطر تو سکته قلبی سکته مغزی کردم. ای خدا! پدرم از خاطر ما به یادت رسیده. ها پدرم از خاطر تو به یادت رسیده. بودی تو بگم تو کجا بودی ده پدرم؟ خارج از کشور رفتم. اشتباه کردم. اونجا در یک تهمت ناب گرفتار شدم و سالها عمرم را در کنج زندان گذشتم. همین که من از اونجا رها شدم پیش پدرم آمدم، پیش شما. مادرم مقصود گلت شد. مادرم کجاست؟ مادرم نه چی علاقه است؟ مادر جان! آره مادر نیاد آمدم. تو رفتی مادر شب و روز گریه میکنم. از خاطر تو ماتم گرفتم که بچه تو میفهمی. مادرم از خاطر تو سکته قلبی که در سکته قلبی. حال دیگه ما مادر نداره. نه مادر! مادر شده مادر. ای خدا! یعنی من باعث شدم که مادرم خسته رو بکشم. من باعث شدم که مادرم از این دنیا برم. ای خدا! من این غم بزرگم شد دادم. ای کاش ببودی مادر جان که در آغوش میگرفتم. خدمت‌هایت میکردم مادر. ای کاش پدرم می‌خواست نمیرسی. حال که من قدر پدر مادرم رو میفهمم. مادر ندارم نگه. پدرم به حالت رسیدم که دیگه منو نمیشناسم. ای کاش هیچ وقت نمیرفتم. ای کاش هیچ وقت ترکتان نمیکردم. ای خدا! کاش نتیجه یا حداقل زودتر میامد. چون مادرت بسیار آرزو داشت که فقط یک بار تنید. یک بار. بیادر جان، بیادر شیرا، فقط یک بار لالا جان دارم نمیدی.